بگو هم گفتا که نرنگه بگو گفتا Kolya! Ole ole! Ole ole! خیزد نوروز مبارک بود خوش آمده فروردین جانبخش زمین را بین وی خیزد و بگریزد نوروز مبارک بود نوروزی دیار آمد پیغامی بهار آمد در موسم کار آمد نوروز مبارک بود سفرده بچه که با بته انگته چخمی ابروته در غملی بناز گشتن که خشلوته هرچند نگاه کردم ندیدم روته شمال آی مسکو چجا بیار بوته چه ایلا دیجی دارم افسوس که نسی دارم پیدرا ایزی دارم مطرح چجا بگو سرسر یار کجا بگو مردمی به آچا دیلتو در رمای ایمان ندی شما دیلی من
نشنی در چادر کنن شدیدار میزنم چچگی تنهی داری عیشیدار گرمه از دیلی ما کنم بیدار خوردم بایی من در مخیلان چادرش دست میشن اونا خواهش میکنم یک چیز اینجا کودکان همشون بخیزن اون طرف را این مردمی که همینجا استادگی کم تر کفا برین بفروی بچه جون دختر جون بفرو پالی همجا بفرو کی خلوی خشوی من در شما میمبرم بغیر از مومه معرفت همجا یکون کس نباشد امای فاطمه ای دیشنبه اومدی ای صدقه خاکی پاد میمبرم برای شما بغیر از امای فاطمه و مومه معرفت همجا کسی هسته ببر پایم بفروین امو تا بفروین دخترها و طرف همه پایم بفروین جا نیسته پایم بفروین من کم تر کارام دارم هم کارای خدمت بگیرم بفروینم که بفروین بغیر از مومه معرفت بی فاطمه هیچ کنش نه بر بفروین این طرف هم یک دقیقه بفروین یک دقیقه کی دختر زیور بانو اینجا بیا ایسی بیا بفروین بچه ها گفتیستم تیز این طرف دخترهایی که در جایم پالی میسو برین اون طرف برین دخترها برین اون طرف برمی عردیم اینجا کپاتر بسرین نوروز شد لاله خوشرنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد مرغان هوا جمله بکردن پرواز مرغ دل من از قفس تنگ برآمد و زیر خواب رفت مادری عزیز من از قلب من از هستی من یک چیز رو ما باید فراموش نکنیم که امروز مادرای بیشتی ما میرمگی مادرای بیشتی ما بیبیم مادرای بیشتی ما مادر اکای سردار مادری بیشتی ما مادر اکای عبدالرحیم داشت بچهش مادری بیشتی ما خیلی میگیم این مادر هم بسیار احترام میکنم پربز ازد ایدروش دیگه اگر خود ای دلم در گرفتی گفتو بودن ما نگی پربز میمونم در یه چه مادری بیشتی ما بیبی شمسیه در خاک پاد صدقه و چه خشوی من دگانهای اوچم مادر بیشتی من اپای حرمگل صدقه خاک پاد تا قید دگانت برفت زیر خاک مادر بسیار هم عزیز و مهربانه که امروز قوت دل من است ما شریف جان عبدالله و صدقه شما صدقه خشوگیتان صدقه نمون بودن تا که ما قوت داریم یک تای دیگه مونده هفته اپا و خواهر تای خاکن خودش تا مونده است نمیداند کی در درد دل کنه ما میم هر دو میشنیم درد دل میکنیم صدقه شما مادر بیشتی من اوچه کندلات من کندلاتش میگم نمیدونم نمشه کندلاتی خدمت کندلاتی مسک بچه میم برم در خشوگی شما مادر نه امای فاطمه یک خرسک برای امای فاطمه میزنیم از شهر دوشنبه شام زنگ زدم حاضر کرده آخه مرده خیلی مرداره ما باید خزینه از اینا استفاده کنیم مادر بسیار هم عزیز و مهربان که تا به توان نداشت در خانه بسیار در حالت ناخوب بود لیکن همه چیز پس سر کرده امروز همین مادر در بری ما آمده است مومه معرفت ستونی مسک بچه مادر بیشتی صدقه شما بینید با تا به توانش آمده در اینجا اشتراک کرد مادر عزیزه که بسیار هم سطح خوبی مادری دارد سخن خوبی مادری دارد معلمه بوری و عدالت بانو جانی ما یک خرسک من از همه آخرش گفتن نمیتونم چون مردمی که ایسی بالان این چیزا درک میکنن من یک چیز میخوام مردم این چیزا میدونن رهای اوچسکای مسکوچا با پورگی اسفالت شد از حسابی کی یا جای بلند میگیم کی اسمتوه شاهزاده بانو مادر عزیزی ما خرسکی بین رفت خرسکی بالا باید خیلی معلمه جان صدقه به چشمانی تو من هم صدقه به قد سر و بالای تو من اسمتوه زینهار مگوی که تو پیر شده ای زیر آدینه می شود چشم و سر و
پایتون الان هر سه چمشه یا خاصه صدقه شما مردکی اونچه مسئولیت را بر تمامی هستیش آباد کرده است راهبر هستی وجود همه چیز بخشیده امروز ببینید که ما راحت میکنیم در راه اگر چندین سال گذشته باشد ما در درون لای نیستیم بعضی جاهاش کند است مرد باید پیدا شود مثل اسمتوه مرد باید پیدا شود که участковый Москва را بانم خیلی شروع کنم معلومه عزیزه سخن رو میتون نفرای سخن میکنی صدقه شما یا خاصه باید سکول معلومه یا خاصه ما حاضر میاریم اون مرد گفته که مرده گوری رفت کرد نیم برم دقشی بیتو اسگیری میکنیم معلومه را خرسک هستی مسکوچه اسمتوه شهزاده بانو هستی قلبی مسکوچه ستون و مادری بنهایت مهربان معلمای عزیز و مهربان اسمت و شهزاده بانو براز بلندگویک حاضر می شود یک خرسک با افتخارشان خرسک رو پیام شود خرسک صدقه شما مادر دینی خدا میگن این را فراموش نکنید اینا خدای ما هستند آفریدگار هستند حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم معلم اهل بشر که ما امروز پیروی او هستیم و بسیار هم افتخار میکنیم هر جا باشیم نمیخوایم که یک حرفی بد در نام دینی ما شود این چیزا پای در پای افتاده است امه سه مراتب مادر بعد پدر صدقه شما صدقه هستیتون در شما میمونم معلم جان مرحبا خانم شهزاده شاگردان عزیز مادران عبیدالله از حد زیاد در حق بنده مبالغه افراط کرده همه شما امروز خدا را شکر میکنیم که بهار نو رسید در حقیقت سالهای بودی نمیدونم چقدر سال بودی هنمی برگرد خیلی گرین اولا بود نگاه میکنید راحت میکردید استراحت میکردید تا این حاضر میچرانم من میگم چرانده نباشد همه کلزار میشود این بهار است بهار الها همه مثل یک بهار شکام باشد خندان باشد خاک پروردگارا اول یک تمنا و امید میکنیم که زیاده البته نباشد نیمی 5000 5500 اهالی همینجا ممکن 3000 هم باشد همه کسا دعا میکنیم دست دعا میبرداریم که همین آفت مرگبار از روی جهان است که ما از تشویش همین آفت از همین مرض از همین کسل کووید 19 خلاص شدیم آمین الله اکبر دوستان عزیز چند سال بود که نوروز اگر چنده می اومدم در دهه ما با این گونه با این طرز با این اصول گرفته نمیشد و